مادر از دیگر، مادر پسر خوب خود را هم دوست دارد، پسر بد خود هم دوست دارد. ای باور بکنیم مادر همین گونه هستن. هم پسر شرابی خودم داغوش میگیره، پدر زده او را از خانه میکشه، از دروازه دیگر رو داخل میکنه، نصف شب میخزده او غذا تیار میکنه. مادرانی هستن تا ساعت 11 شب دو چشمشان به دروازه است که پسر خوشگذرانش با رفیقایش رفته شب پارتی دارد، رفتن سیاحت دارن، چکر دارن، در فلانی مهمانخانه قطعه میزنن، فلان میزنن. مادر بیچاره دو چشمش می دروازه است. وقتی که می آهسته آهسته قدم بر میداره که پدرش بیدار نشه. هست یا نیست؟ با آواز بلند میشه. مادر، محبت مادر دیگر در دنیا نظیر نداره. ای عزیز من، به الله سوگند که پروردگار بیشتر از مادر نگرانت است. اگر از یک در میروی بیرون، الله در دیگر را باز میکنه که شاید از این در پس بیایی داخل. دنبال این بنده میگرده که از کجا گیرش بیاره. مثل همین مادر بیچاره لطوکوبش میکنه. همین هفته روز یک شنبه یا دوشنبه کسی و من تماس کشید، نام شهر نمیگم، شهری که نزدیک ما است. گریه میکرد، گفتم چی شد؟ گفت یک پسر امشب مادر خود کشته. اگر همون مادر زنده شد و بس برش بگویی که بچه تا بخشیده، میگه بخشیده میشه، کمیر چیز نشد.